تا حالا شده جایی بخندید که نباید بخندید؟ وای مراسم هفتم پدرم بود. خب خیلی شرط سختی بود. هادی جان هم زحمت کشیدن اومدن. عمو هادی همکلاسی شما بله. بوده؟ سن پدر شماست. ایشون خیلی لطف کردن. یه لحظه گفتم به من که خانم میرعلمی تا شقایق هست زندگی باید کرد. من نمیدونم چرا خندم گرفت. چرا عمو هادی چرا باید بگی تا شقایق هست زندگی باید کرد؟ خود هادی یادش نباشه. خدا رو شکر شالی که روی سرم بود اینو برداشتم و گذاشتم جلوی صورتم و بچه‌ها فکر کردن من دارم گریه میکنم، از حال میرم و اینا، و من داشتم از خنده میمردم. خیلی شرایط بدی بود واقعا. خندیدم و هیچکی نفهمید خدا رو شکر. الان فهمیدم همه. الان کل ایران فهمیدن. من میگم شاید هم واقعا پدرم اون موقع روحش آگاه بوده من که حالم بده، هادی رو فرستاد. حالا فکر کنی تو مراسم هفتم مادرم من فکر کنی سر خاک نشستیم، این صندلی‌ها رو همه گذاشتیم، مثلا من نشستم، خواهرم، خاله‌م، دختر خاله این بر اون بر، یه آقایی اومد مثل اینکه همسایه قدیممونم بود، این بیچاره اومد بشین رو صندلی. آقا صندلی شکست، عین توپ خورد زمین. این بیچاره همینطوری رفت رو هوا. پدرتون تو هفتم مادرتون اومده صندلی رو کشیده از زیر پای اومد، خدا که شما بخندید باز. شدم روی مامانم. من یه لحظه چش خالم رو نگاه کردم، دیدم اونم اینجوری کرد به من، منم اینطوری کردم. من این شالم رو دوباره گذاشتن جلو و من خندیدم و همه فکر کردم باز من